دوستان سلام، این رادیو وطن است و ما حالا در رادیو وطن یک گروه مهمان‌ها داریم از آمریکا و سرایندگان خیلی مشهور به تاجیکستان آمدن برای دیدن کردن از تاجیکستانی عزیز و حالا می‌دونید ما چیکار می‌کنیم. من خیلی زیاد می‌خوام که زبان انگلیسی رو بیاموزم و همین خاطر حالا مهمان‌های ما برای من یک جمله میگویند و من اون رو به زبان انگلیسی تلفظ می‌کنم. امیدوارم که می‌توانم و من نیز به آنها البته یک جمله میگم و آنها باید که همین جمله رو به زبان تاجیکی بگویند. مدل پس می‌رویم. اولا شروع می‌کنیم از مهمان‌هایمون. Okay, so they got pipes. They got pipes. You got it. They got pipes. خب اکنون مهمان‌هایمون باید بگویند صدای وطن در فضای وطن. صدای وطن در فضای وطن. واو!